فی مسجدی من مساجد الله تعالی فی رمضان کان له نور فی قبره. و کسی که یک چراغ در یک مسجد اگر در بگیرانه، یک چراغ برای نمی چراغ‌هایی که در شب گریان میکنن، کدام بنده که چراغ بیارد در مسجد برای روشنی کردن، خداوند قبر او را پر نور میگرداند. اگر به مسجد هم که نیارد، در قد همون خانه دروازه ها تونده دهنی درده بمونین که در روشناییش مثلا نماز بامداد خانی مردم میرون از روشنایی استفاده میکنن، یک کس پیش پاش میبینه، یک رهگذر به اوت میگذره. انا این کاری ثواب این است که در دهن دروازه یک چراغ بمونه که در مسلمان ها این فایده دارد. این فعل مسلمان نیست که چراغ نباشد در از درون محکم کنی و سگ ببیرین کشاده کنی. این فعل مسلمان نیست. هزارها باری را گفتگی هستیم، لیکن افسوس علل افسوس که به هیچ که کار نمیکنه. و کتب له ثواب مسلین فی ذلک المسجد. اون بنده که چراغ به مسجد میارد، خداوند به عدد هر چقدر نمازخانه که در اون مسجد باشد به عدد اونها با او ثواب عطا میکنند. و سلط علیه الملائکه، و رحمت میفرستند با او ملائکه ها. و استغفر له حملة العرش، طلب مغفرت میکنند برای او بردارندگان عرش. مادام ذالک فی مسجدی، مادام که همون چراغ در مسجد باشد. این در حق کی است؟ در حق روزدار است، در حق اون کسانی هست که ماه شریف رمضان مخلصانه می‌دارند.